بیش از یک هفته از درگذشت ملکه انگلیس گذشته. پوشش زنده مراسم طولانی مربوط به درگذشت او به سلطنت رسیدن فرزندش چارلز و مراسم تشریفاتی خاندان سلطنتی همچنان از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی این کشور ادامه دارد. رسانه‌های این کشور مدام با شور و هیجان فراوان و پرداختن به مراسم پرتشریفات درگذشت ملکه و روی کار آمدن جانشین او به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حال القای این موضوعند که کل جامعه انگلیس سوگوار ملکه و در حال استقبال از جانشین اوست. اما میلیون ها نفر از مخالفان نظام سلطنتی انگلیس در این کشور و مناطق همسود مانند شماری از نمایندگان مردم که به علت امتناع از ادای سوگند وفاداری به ملکه از حضور در پارلمان محروم شده‌اند نظر دیگری دارند. تسلط انگلیس بر ایرلند برای مردم ما مصیبت بار بود. در نخستین سالهای درگیری انگلیسی‌ها قانونی وضع کردند که نه تنها زمین بلکه خانه‌های ایرلندی‌ها را هم میشد از آنان گرفت. همان رویه‌ها به شکل دیگر ادامه پیدا کرده. بنابراین دشمنی مردم ایرلند ریشه در تاریخ و عملکرد انگلیس دارد. مخالفان نظام سلطنت در انگلیس که اقلیتی غیر قابل اعتنا توصیف و سرکوب و بازداشت می‌شوند، برای اعلام اعتراض و مسئول ماندن از عواقب آن به شیوه اعتراضی جدید روی آوردند. به دست گرفتن پلاکارد یا پارچه سفیدی که چیزی روی آن نوشته نشده است، اما در مواردی این سطح از اعتراض‌ها نیز تحمل نمی‌شود که حالا در مراسم درگذشت ملکه به نماد اعتراض به نظام سلطنت مبدل شده است. اساساً من خیلی درباره وضعیت دموکراسی در کشورم نگرانم، مخصوصاً بعد از تصویب قانون سرکوب تظاهرات. به نوشته رسانه‌ها، شماری از نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی به حال آماده باش درآمدند و بسیاری از امور کشور به حال تعلیق درآمده. در این میان رفتار دولت مردان، رهبران احزاب و سیاستمداران انگلیسی واکنش برخی رسانه‌ها را برانگیخته است. روزنامه گاردین در این باره نوشت: دولت در حالی در میانه بحران‌های متعدد سوگواری ملی اعلام کرده است که شماری از نمایندگان حزب حاکم احتمالاً احترامی برای مقام سلطنت قائل نیستند و اغلب در میخانه‌ها مشغول میخوارگی و خوشگذرانی‌اند. رهبران احزاب در نمایش دادن اینکه بیش از دیگران سلطنت طلبند به رقابت مشغولند و مراسم ملکه را فرصت مغتنمی برای سودجویی سیاسی مبدل کردند. شماری از تحلیلگران انگلیسی معتقدند رسوایی‌ها و گذشته پرحاشیه شاه چارلز 73 ساله سبب شده بقای نظام سلطنتی انگلیس با تردید روبرو بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.